توکل که است، ایرا علما چی میگن؟ میگن راجع ساختن کاری به کسی از نگاه قلبی در لغت که یک چیزی را قلباً به کسی توکل میکنی. و در اصطلاح علمای عقیده این یک تعریف خاصی کردن که این هم اجتهاد علما هست. یعنی وقتی که من میگم تعریف علما، یعنی یک عالم یک اجتهاد کرده، میشه عالم دیگه اجتهاد دیگه داشته باشه، لکن او از فحوای قرآن عظیم الشان و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله اینمی قدر اینمی کلمات فهمیده و برای ما شما یک تعریفی داده. تعریفش مرا خوش آمد، از این خاطر من می تعریفه در کتاب خود، در کتاب عقیده در قرآن سنت گرفتم. این عالم چی میگه؟ میگه هو صدق تفویض الامر الی الله تعالی اعتمادا علیه و ثقة به. چی معنی؟ میگه تفویض نمودن یک کار برای الله سبحانه و تعالی، صحیح شد نه؟ با صداقت که واقعا تو تصدیق بکنی که من اینی کار خدا به الله تفویض میکنم و بالای الله اعتماد دارم و ثقة به، و در این کار بسیار موثق باشی. مثلا یک کار است برای تو، میخوای یک کار بکنی، سعی کن من براتون به خاطر که ساده تر شوه، بعضی تعریفات یک ذره سخت می باشه. مثلا برات یک مشکل پیدا شد، میگی من در اینمی مشکل خود، اینمی مشکل تفویض میکنم به الله. صحیح شد نه؟ که به الله هی تفویض میکنم، الله این مشکل رفع بکنه. ام اعتماد میکنی، ام اعتمادت موثق است و هم یقین داری به این نقطه. و دیگه مسئله چی هست؟ مع ما شرع، و به همراه آن چیزی که مشروع شده و مباح شده من الاسباب. سعی اینجا یک نقطه بسیار دقیق است، نقطه بسیار دقیق است. او چی هست که در تعریف میگه که توکل میکنی در یک کار، لکن مع ما شرع و اباح من الاسباب، یا شرع و ابیح من الاسباب، یعنی به امرای چی؟ به امرای گرفتن اسباب مشروع و مباح. پس توکل در تعریفش و در شرطش اینمی هست لتحصیل المنافع و دفع المضار، تا که منفعت ها بر تو جلب شود و مضرات ها از پیش تو بره. پس در این تعریف شرایطی برای توکل چی را میگیم؟ که انسان مؤمن اول در توکل، نقطه اول شرط توکل چی است؟ که تو شرط اولش چی است؟ که انسان مؤمن عقیده داشته باشد که مالک متصرف در کائنات الله هست. کسی که به کفترهای شاد شمشیره ایمان داره که متصرف است، به او توکل میکنه. کسی به یک صاحب قبر داره، به او توکل میکنه. کسی به یک شخص داره، به او توکل میکنه. اما شرط اول توکلی است که عقیده داشته باشی که مالک متصرف الله است. پس این عقیده تو منجر میشه به چی؟ به توکل به الله. همیشه سر هر کسی که عقیده داشتی با مو چی میکنی؟ توکل میکنی. این یکی. به این خاطر پس توکل به الله که عقیده داشته باشی اون مالک است، مالک دنیا الله هست، مالک من الله هست، مالک از او الله هست، پس کار من بند از پیش از او. مالک متصرف که او را میتونه از اینمی نظرش، از فکرش، از عقیدهش تغییر بده کی است؟ الله هست. قلب از او در تصرف کی است؟ الله هست.